سلام دوستان، وقتتون بخیر. شیخ حسنی هستم. امیدوارم حالتون خوب باشه. درس الفبا رو خوب خونده باشید و توی الفبا مشکلی نداشته باشید. خب بعد از الفبا ما اولین قدم یادگیری یک احوالپرسی کوتاه هست. خب ما این احوالپرسی رو میخونیم بچه‌ها. به نام خدا به انگلیسی میشه In the name of God. In the name of God یعنی به نام خدا. In the name of God به نام خدا. Greeting. Greeting یعنی احوال پرسی، خوشوش کردن. ما دو نوع سلام داریم. یک سلام دوستانه هست و یک سلام رسمی هست دوستان. سلام دوستانه هست hello، ببخشید های. سلام دوستانه هست های. سلام رسمی هست hello. سلام رسمی هست hello. به جای این دوتا سلام میتونید از این هم استفاده کنید. Good morning. Good morning. صبح بخیر. یعنی میتونید های هلو نگید، یهو بگید good morning. یا حتی بگید های بعد بگید good morning. این هم میشه. Good morning یعنی صبح بخیر. پس اول میگید hello، بعد good morning، صبح بخیر. How are you? How are you یعنی حالت چطوره؟ How are you؟ حالت چطوره؟ I'm fine. خوبم. Thanks. th کنار هم سه خونده میشه بچه. Thanks. I'm fine thanks. من خوبم تشکر. How about you? شما چطور؟ یعنی شما چطوری؟ How about you یعنی شما چطوری؟ I'm very well. من خیلی خوبم. I'm very well. من خیلی خوبم. خب What's your name? What's your name یعنی اسم چیه؟ What's your name یعنی اسم چیه؟ My name is John. اسم من جانه. My name is John یعنی اسم من جانه. Name یعنی اسم. Is یعنی است. My name is John. اسم من جانه. What's new؟ چه خبر؟ What's new؟ چه خبر؟ Not much. خبری نیست. Not much. خبری نیست. What's new? Not much. It's nice to meet you. از دیدن شما خوشحال شدم. It's nice to meet you. جواب میده It's nice to meet you too. منم از دیدن شما خوشحال شدم. It's nice to meet you too. Goodbye. خدا نگهدار. Bye. Bye. خب این یک خداحافظیه، یک احوال پرسی مختصر بود بچه‌ها که برای این جلسه خوندیم. این احوال پرسی رو خوب تمرین داشته باشید، یادش بگیرید. سوالی هم داشتید در بله از من بپرسید و در خدمت شما هستم. شماره من هم هست 0939 286 2248. در بله به این پیام میدید، سوالی داشتید بپرسید. موفق و مؤید باشید. Goodbye.